درود و سپاس و خسته نباشید دوستان عزیز، جوانای خردمند، بزرگان و نوجوانان. من با یک برنامه جدیدی که به اسم gulbi.com است مهمان خانه های شما میشم، مهمان دفاتر شما میشم، مهمان محل کار شما میشم، مهمان محل تجارت شما میشم، مهمان جایی که مصروف هستید، هر جا که باشه. فقط چند لحظه با شما و از تجربه، از تحصیل، از امکانات، از اینکه شما چه قسم تانستین در این آمریکا زندگی خوبتر همراه با تحصیل، همراه با ورزش، همراه با خانواده، همراه با جامعه تانستیم به موفقیت‌های مزیدی رسیدیم و ما هم از استفاده کرده و ما هم یک پل ارتباطی بین دوستا و بین شما باشیم که دیگر جوانان هم تشویق شوند بیاین از تجربه های شما، از کارهای شما، از تحصیل شما، از خرد شما استفاده کنند. شما شاهد هستید که جوانای محترم ما کارهای بسیار شاخه میکنن، مثلا تاکسی یا جاهایی که والمارت و بعضی جاهایی که کار میکنن کمپانیایی هستن. خودم دیدگاه من، دیدگاه بزرگا، دیدگاه همگی ای است که دوستا، جوانا تشویق به شوند که پلان گذاری کنن، بشینن برنامه برای خود درست کنن که هم بتونن کار کنن، هم بتونن ورزش کنن، هم بتونن تحصیل کنن. چون فقط دوستانه میگم که اگر کار یا مرحله داشته باشم تو با جایی نمیرسه. تجارت بی تحصیل، ورزش بی تحصیل، کار بی تحصیل این جایی رو نمیگیره. اگر یک جوان مجرد هستی نیاز به تحصیل داری، اگر متأهل هستی، پدر هستی نیاز به تحصیل داری، هم برای خانما هم برای جوانان، برای همگیشان توصیه من حیث یک دوست شما، من حیث هموطن شما، من حیث یکی از کسایی که واقعا خوش دارم، چون که پیغمبر گرامی هم در این رابطه زیاد تاکید کرده برای تحصیل. قرآن هم تحصیل اینا را زیادتر سرش تاکید کرده و ما هم میخوایم که از این برنامه دریچه باشه برای امید، دریچه باشه که از این طریق جوانایی که مثلا گمنام هستن، جوانایی که منظورم از گمنامی است که جوانایی که واقعا زحمت کشیدن و اما روی پرده میدیا نامدن، تلویزیون نامدن یا مثلا برای وقت نداشتن، ما میریم وقت درست کرده همراهشان، ازشان استفاده میکنیم و دیگر دوستا و عزیزایی که ما را بیننده هستن، بیننده میباشن، اینا استفاده کنن، ببینن که چی راهی را این جوانا تانستن به خوبی به خوشی طی کنن تا اینجا برسن، تا این مقاما برسن. بالاخره ما به می دیدگاه رسیدم که باید خودم و جمله تیمم و اینا همگیشان بریم از این جوانا، از این بزرگان استفاده کنیم و با ایشان صحبت کنیم، ببینیم از تجرباتشان استفاده کنیم و ما هم پل ارتباطی میان از اینا و دیگر دوستایی که ما را داخل و خارج بیننده هستند. آرزوی موفقیت، آرزوی پیشرفت، آرزوی صحت و سلامتی بر تمام خانواده های افغانستان، بر تمام خانواده هایی که چی خارج چی داخل هموطنان عزیز ما هستند. کسایی که مریض هستند خداوند شفا عاجل نصیبشان کنه، کسایی که بندی هستند خداوند رهایشان کنه، مادرایی که چشم به امید هستند خداوند مسافرایشان برشان برسانه و کسایی که هر مشکلی که داره خداوند مشکلش حل کنه و جوانای امروزی ما که با صدها ارمان و امید یک زندگی را آغاز کردن خداوند همیشه کامیاب داشته باششان. ما هم منتظر پیشنهادات اعتقادات سالم شما هستم، همراهی کنیم تا باشه همه با هم کار کنیم تا یک جای برسیم.
سلامت باشین، خوش باشین. دیگه ایام به کامتان باد. سلام علیکم.